سلام دوستای گلم، خوش اومدید به این ویدیو. قراره که تو این ویدیو ضمایر جمع و مفرد مبتدی به ترک سامبولی با هم یاد بگیریم. بریم که با هم داشته باشیم. دوستان، ضمایر مفرد رو یه دقیقه نگاه کنی به حرف من. بعضی از شماها میگین بن، ولی نه، توی ترک سامبولی به من میگن بن. بن 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 نوشته میشه، بن گفته میشه. یا مثلا این تو، بچه تو نمیتونیم بگیم سن. نه دوستان، غلطه، باید بگیم سن. سن 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 میشه یعنی تو، سن نوشته میشه. یا مثلا این او یا آن، نمیتونیم بگیم او. توی ترک سامبولی او وجود نداره، او وجود داره. او یعنی اون شخص، اون طرف. دوستان، ضمایر جمع درسته. مثلا همونطور که میبینید توی ضمایر جمع ما میشه بیز. بیز هم نوشته میشه، بیز گفته میشه، بیز نوشته میشه. یا مثلا توی ضمایر جمع حرف شما ما توی ترک سامبولی میگیم سیز. سیز یعنی شما. سیز هم نوشته میشه، هم خونده میشه. سیز هم خونده میشه. مثلا این ایشان یا آنها، بهتون گفته بودم میشد اونلار. اونلار هم نوشته میشه، اونلار هم گفته میشه. ولی توی ضمایر مفرد ما اون چیزایی که مینویسیم رو نباید بخونیم. یعنی مثلا به جز حرف او یا همون آن توی قسمت ضمایر مفرد. دوستان بریم با هم یه مثال داشته باشیم، ببینیم واقعا شما بلدید یا نه. دوستان، هیچ وقت مبتدی حرف نزنید، یه جوری حرف بزنید، یه جوری بلد باشین که توی مثلا رفتین ترکیه، کلا ترکیه ها بفهمن که تو هم از دست اهل ترکیه هستی. خب بریم جملات و مثال بزنیم تا با هم داشته باشیم، یاد بگیریم. Ben özür dilerim یا ben özür dilerim. بچه فرقی نداره، یعنی من معذرت میخوام. از معنیش هیچ مثلا کاری ندارم. خب فقط بهتون بگم که بن گفته میشه دوستان، بن. بین نگید هیچ وقت، بن. تکرار بکنید با من. آفرین. Ben özür dilerim. Ben özür dilerim. یعنی من معذرت میخوام. Ben özür dilerim. من معذرت میخوام. میخوای بگی حالا سن. سن نه ها، سن. سن. مثال: sen nasılsın؟ sen nasılsın؟ تو چطوری؟ sen nasılsın؟ sen nasılsın اصلا بهش میارزه؟ ببینید یه دقیقه. sen nasılsın؟ نه، sen nasılsın؟ o nerede؟ بچه او نرده نمیشه ها، میشه او نرده. نرده یعنی کجاست. خب او میشه او یعنی مثلا اون شخص، آن. میخوایم حالا بگیم او نرده، اون کجاست. او کجاست. او نرده. او نرده. او نرده. او کجاست. یه بار شما با من تکرار بکنید. آفرین دوستان. او نرده. دوستان، حرف جمع خیلی مثلا گفتم بهتون، خب درسته. مثل این biz geldik. biz geldik یعنی ما اومدیم. biz geldik ما اومدیم. biz geldik ما اومدیم. شما با من تکرار بکنید. biz geldik ما اومدیم. بچه geldik میشه اومدیم. biz هم که میشه یعنی ما. بچه حرف دوم اینه که siz
restorana gittin mi یعنی شما به رستوران رفتید. siz restorana gittin mi شما به رستوران رفتید. رستورانا بچه یعنی به رستوران. سیزن که یعنی شما. گتیم یعنی رفتید. داره ازت میپرسه. یعنی یه جور حالت پرسشی داره. اون آخر بچه ها کلمه آنها میشه اونlar. اونlar. اصلا اشتباه نگینا. اونلا نه. اونlar یعنی آنها. حالا میخوای یک جمله بگی. من اینو براتون نوشتم. اونlara نه یعنی به اونا چه ربطی داره یا به اونا چه. اونlara نه به اونا چه. اونlara نه به اونا چه. پس از اول بگیم حرفو. ben sen o biz siz onlar. بچه ها تمام این کلن لیستا رو روی یه شورت ویدیوی دیگه براتون گذاشته شده. حتما برین اون رو پیدا بکنید یا مثلا اینجا فکر کنم براتون پلیلیست شده و برین اون رو کلیک کنید و تمام این حرف ها رو یاد بگیرید. اگه مثلا بلد نیستید اون ویدیو رو حدود چند بار ببینید تا کامل یاد بگیرید. خب دوستان مرسی که تا آخرین ویدیو همراه هم بودین و یه سرم به چنلم بزنید. اگه از چنلم خیلی وقت پیش مثلا دیده بودید چنلم و چیزای مفیدی یاد گرفتی و کلا ترک استانبولی رو شاید فول باشید حتما برای اینکه برای من لطف کنید کانالم رو سابسکرایب بکنید. خدا نگهدارتون باشه.